بهترین روزها این روز عرفه است. اگر بهترین روزها در تمام سال همین 10 روز ذوالحجه باشد که امروز من و شما قرار داریم، در بین این 10 روز باز بهترینش روز عرفه است. پیامبر میگویند ما من یوم افضل عند الله من یوم عرفه ینزل الله تعالی الی سماء الدنیا فیباهی باهل الارض اهل السماء. هیچ روز نیست که در نزد پروردگار بهتر باشد، افضلتر باشد از روز عرفه. و در آن روز پروردگار همان گونه که به ذات خودش لایق است به آسمان دنیا می فراید و به اهل ارض، یا گفتیم آنهایی که در روی زمین او را عبادت میکنند، آنها را گرفته در نزد اهل سما، در نزد فرشته هایش میبالد، میگوید ببینید این بنده های مرا، ببینید که اینها مرا چگونه عبادت میکنند. پس روز عرفه